درود شنوندگان گرامی. با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری. آغاز گفتار نهم. آدمان را به دریاها تشبیه دهن هم می شده است. خصلت بعضی ها نهرهای تیز جریان و پرغلغله کوهستان ما را به خاطر می رساند. یک قبیله دیگر به انا این نیل برین دریاهای آرامی صحراهای وسیع مانندند. اما دریاهای نیز هستند که ظاهراً آرام نمایند، هم در تکتر جریان خود تاخت و تاز دارند، موجهای دارند، گردابهای نهانی دارند. اسرافیل هم به خیالم در ضمیر دل انا همین گونه موجها پیچ و تاب‌ها دارد که خودش می‌داند و بس. بیگاهی ها به صحن پیش مهمانخانه میز و کرسی های بسیاری را برآورده میمانند. حاجیان در اینجا نشسته چای و قهوه یا شراب نوشیده استراحت و صحبت میکنند. من و اسرافیل نزدیکتر به کوچه از سر میز جای گرفته و پیش خدمت آب میوه فرمودیم. نوشابه آورد که از آن طعمی مخلوطی افلیسون، شفتالو و هندلک می آمد. ترجمانمان عبدالصمد اکا روزنامه در دست آمده به نزد ما نشست. التماس کردیم که روزنامه را خوانده به ما ترجمه کند. در آنجا به سودان آمدن سیرک خیتای و حاجیان سویتی نوشته شده است. نصف روزنامه از اعلان عبارت بود. اعلان درباره قبول خوانندگان و کیم کدام کورس، عاید به فروش چای، رزین اتومبیل، اجاره خانه و هاکذا. در صحن کشتی مباحثه علمی ظاهراً به آخر رسیده بود که در آن طرف کوچه 2 نفر از شریک سفران ما پیدا شدند و پشت خود را به پنجره ساحل تکیه داده هر دو برابر به بینیکاوی در آمدند. اسرافیل این منظره را مدت معاینه کرده نشست و بعد از افتکار سردار دوم گروه بودن خود را به یاد آورده برخاست و به آن سوی کوچه گذشت. پس از گفتگوی مختصر او آن 2 نفر بینیکاوی را قطع کردند. چی گفتی با بچه ها؟ پرسیدم بعد برگشتنش. دکتر فرمود که گفتم بینیکاوی را بس کنید، چنان که از یک طرف خوف تنک شده از پهلو سوراخ شدن دیواره بینی بن میان می آید. گفتم از طرف دیگر ممکن است گفتم تماشابینان خارجی از روی کردار شما خدا نکرده به آداب مردم شوروی ما بها بدهند. خوب کردی نایب الرئیس محترم، لیکن من بعد از نام خودت گپ زن. شریکان را با من تیز مکن. به این هم کیم چقل کچ کچ می نگرند. سفسطه کسی به تو بدخواه نیست. بدخواه نگفتم هرگیز. اندک استیحاله می کنند و خلاص. خودت می دانی که بین دکتر و ملا کمتر تفاوت هست از قدیم. راست کمتر هست. اسرافیل خندید و گفت که امروز طبعش خیره تر است. به حجره اش رفته کمی استراحت می کند. رفتنی بود که از پیش کار برآمد. حضرت نریمان پیژامه رخرخی لسین در تن در بین آدمان پیدا گردید. اسرافیل به پیش او نیز رفته درو دراز گپ زد، اما از دست جنبانی و وجاهت حضرت معلوم بود که به درستی رفتار خود اصرار می کند. بس طول کشید. دقت مردم بیگانه با آنها جلب می شد. به نزد اسرافیل رفتم.
در واقع حضرت اولاد پاک خود را همچون دلیل متین اسناد آورده می گفت که او کودک نیست و نمی گذارد که هر خلف و ناخلف او را آداب آموزد. لیکن اسرافیل، ترجمان و من سه کسه شده حضرت را به زور به تغییر لباس راضی کنانیدیم. با خادمان دین قبل از این سفر احیان دوچار می شدم. هیچگاه به مدت مدید به جمعیت ایشان نافتاده بودم و نمی دانستم که این مردم اینقدر عادتهای عجایب و غریب دارند. خدایا، کی این سفر به پایان می رسد؟ چاره نیست، طاقت باید کرد تا که امروز فردا بشود و فردا پس فردا و هاکذا. توفیق آمد و با ترجمان گروهی ما به صحبت آغاز کرد. این هر دو زبان عرب، عرف و عادتهای خلق عرب را خوب می دانند و در این موضوع ها صحبتشان اوج می گیرد. توفیق به گوشه های دوری رسپوبلیکای سودان بارها سفر کرده بسیار چیزها را دیده است. در جنوب سودان قبیله فلات ها زندگانی می کنند، نقل می کند توفیق. پارسال در ملک پیشوای آنها سلطان میارنا بیلا مهمان بودم. 80,000 فلات سیاه‌پوست مسلمان در رعیت سلطان است. در یک گوشه قصرش زندان هم سازانده است. خودش هم سلطان، هم حاکم، هم قاضی. از 4 زن 15 نفر فرزند دارد. تابعانش هنوز از دور بزانو افتاده در همین حالت مسافه کلان را طی کرده به حضور او می آیند. بعد گرفتن فرمایشات سلطان همچنان بزانو قفا گشته برآمده می روند. در بام کشتی به خرک نشستم. اسرافیل در حجره‌اش می خوابد. حرارتش را سنجیدنی شدم، نماند. تشویش نکش، حاضر می گذرد گفت. بیکاری در دلم زد. کتابی نیست که بخوانم. از خانه 1-2 جلد کتاب گرفته بودم. در ایروپورت مسکو به اسکندر سپردم. سرداران گروه همان برای هدیه کردن در این مملکت ها 1 توده قرآن نوی چاپ تاشکند و البوم رسمی مسجد و مدرسه ها را گرفتند. هر یک البوم 9 کیلو وزن داشته است. بارمان که از هر گونه معیار گذشت، قاری اکا فرمودند که چیزهای وزنین نه چندان ضروری را در وطن بمانیم و چمدانها را سبکتر بکنیم. ما چنین کردیم. من غیر از کتابهای خودم به اندازه 2 کیلوی علاوگی گریلکا و تغارچه شپریز جوشانی بر این اشیاهای در کاریم را از چمدان برآورده به اسکندر دادم. نمیدانم از چی سبب پگاهی باز 1 مصرع شعر در نوک زبانم چرخ میزند. پدرم روضه رضوان به 2 گندم بفروخت. هرچند میکشم مصرع دویمش به یادم نمی رسد. یقین شاعر به خطای پدر پدران حضرت آدم اشاره می کند که به وسوسه شیطانی پدر قصور در آمده چیزی در بهش ممنوع یعنی گندم را تناول کرد و برای این گناهی عظیم از جنت رانده شد. این مصرع را به اختیار زمزمه کنان تکرار می کردم که به سرودخانه گذشته رفتنم را نفهمیده ماندم. سرودخانان منظره شبانه نیل را، شده چراغ‌های ساحل آن را که به شکل نیم دایره کشال شده رفته در پس درختان آمدورمن از نظرها غایب می گردد تماشا می کردم. هر زمان از مابین دریا کشتی های چراغان مسافرکش یا یگان کاتر برجناک می گذشت. آنگاه استراحتگاه ما گهوارستان و جنبیش می در آمد. موج ها به دیواره کشتی های ما
و به سنگ‌های ساحل برخورده بلند بلند شلپاس می‌زدند و قطره‌های آبی شیرگرم را به 4 سوی پاش می‌دادند. شلفه پای کسی را شنیده به پس نگاه کردم که ملا اوراقک می آید. دکتر جان، شما را کافته کافته رسا به یک حال رسیدیم که ببخشید که از بامبراییم شما را آگاه نکردم. هیچ گمان کردید که به بام برآمده خلاص می شوید؟ نه اوکای شیرین، به آسمان برآیید، از پایتان به زمین درآیید، از گوشتان می کشم. ها ها ها، استغفر الله استغفر الله. ناخواست خنده‌ام گرفته است. خاطر جمع باشد ملاکه، برای آسمان برایی مرتبه هم کمی می کند، برای به زمین در آمدن گناه هم. کنایه می گوید دیه از افتش. میلتان از دکترها بسیار آدم‌های شوخ می برآمدند. آبا اوکا جان، خیر هرچی گوید هم از همان سیگاریت های زرخلطه بلغاری یک تا دوت کنیم اوکا جان. رحمت اوکای شیرین، من باز 3-4 تای دیگر گیرم و شما را نصفی شبی آزار ندیهم. لبای ها، مایلش ملا اوراقک جوسه گرانی از فربگی ناهنجار گشتش را با زور از این نبایه تنگ کشتی گذرانیده هش کنان فرامده رفت. باز چگونه به سرودخوانی مشغول شدنم را نفهمیده ماندم. ناگاه کسی از کتفم داشته جنبانیده اشوله نخوان دکتر، گفت او آمیرانه. عیب است، در آستانه شریفی حج ایستاده ایم. اوکه؟ این الله نظر بود، همان قاری جوانی که در مهمانخانه مسکو همخانه هم کرده بودند. از این فرمان، از این آهنگ، از این مداخله ناگهانی، خلاصه از این گونه یک ظهورات آدابی به من ناشناس، هنگم کنده چی گفتنم را ندانسته ماندم. الله نظر مثل خروزی در جنگ غالب آمده با وقار قدم پرتافته فرامده رفت. نصف شبی ملا ذوالفقار مرا از خواب بیدار کرده به حجره اشان برد. اسرافیل در تب می سوخت. از بس که بیگاه روزی مرا دیدنی نمانده بود خیلی قهرم آمد و به زبان مادریم هر قدر دشنام می دانستم به سر بالینش گفتم. پیشینی در هوای گرم آبی یخدار نوشیده به دردی گلو گرفتار شده است. از پیرین دادم که حرارتش پس شود. بعد تتراسیکلین را به آب حل کنانده مجبوری به گلویش ریختم. از تأثیر تبی بلند کیم چی ها می گفت. کلمه های جنت شریف را بیشتر به زبان میران. نترس، گفتم به او آتشینانه، جای تو جنت است. اگر به آنجا تو بر اینها ندر آیند جنت خالی میماند. ملا ذوالفقار دهانش را به گوشم نزدیک آورده پیچیراز زد. جنت نامی زنش دکتر، شریف پسرش. بعد آن که گلوی بیمار را به پخته سپیرتالی بسته بیرون برآمدم، همشهریش کیسه عائله او را گفته داد. بیچاره اسرافیل در میان 2 سنگ مانده بوده است که هر زمان به چهره وی ابر اندوه سایه می افکنده است. یگانه پسرش عالم فیزیک بوده است. در عائله روحانی این از نشانه های خوشبختی نیست. به همین قریبی اولی ماه رمضان زنش هم در نبودن اسرافیل من از حال شریف خبر گرفتم. آیم گویان مکتوبچه نوشته مانده به لنینگراد
و پیش پسرش رفته است. شریف با پدری که محتاج کمک مادی نیست مثل پیشینه هر ماه پول میفرستد، مکتوب مینویسد، اما مکتوب ها دیگر پیشتره بر این نیستند. فقط دعای سلام و اظهار آرزوی سلامتی پدر و خویش و تبار. اکنون پسر نه تغییری کسب کردن پدر را طلب می کند، نه از علم و تکنیک، شعر و فلسفه سطر می نویسد. دعای سلام مادر و من صحتیم، سلامتیم، سلامتی تو را پدر جان خواهانیم و سلام. جنت زنی خانه نشین بود. نیدیه در کاسه وکزل بلیت می فروخت. زن که کوچه‌گرد و کارکن شد. عاقبت همین اظهار عقیده کرد ملا ذوالفقار. تا سحر تا رفع شدن طبع اسرافیل در سر بالینش نشستیم. ایزار مبارک. صبح روز دیگر فرمایش سردار اعلان شد که از مهمانخانه یک قدم نجنبیم. هر دقیقه ممکن از ایرپورت نوید بیرسد که طیاره آماده سوار کردن ماست. رنگ رخسار اسرافیل از طبع این شبه اندک کاسته باشد هم خودش به اندازه صحت یافته بود که می توانست بی ملال گشت و گذار کند. ولی از بس که حس نقار در دل بنده هنوز قانع نگشته بود، مجبورش نمودم که از حجره بیرون نبراید. پیش خدمت مهمانخانه خوراک او را به همان جا آورد. پس از نهاری عبدالصمد اکا از گزیته های آن روزه یک دو خبر میده خوانده داد. در گزیته بیشتر از نیم صحیفه رسم خادمان سیرک خیتای چاپ شده بود. یکی چنبرک بازی میکرد، دو نفر طبقچه ها را به همدیگر غرانیده در هوا داشته میگرفتند، سیومی از دهانش آتش میبرآورد. شدت گرما تدریجاً میافزود تا پیشین از طیاره درکی نشد. اینجا مملکتی بیگانه باشد، ما چیکار هم کرده میتوانیم؟ در وطن ما برای کمک طبی رسانیدن به یگان بیمار طیاره مخصوص را به صدها حتی گاه هزارها کیلومتر میفرستند. پختکاران، کارگرها یا دکترها یا خود ارتیستها گروهی را تشکیل داده به ریسپوبلیکای یکدیگر رفتنی شوند. در رو طیاره علاهیده مهیا. آب در خانه قدر ندارد. فراوانی و به ملال و منت به خدمت آماده بودن طیاره های بسیار یک حالت عادی شده مانده است که از کوتک عرابه به هر حال فرق داشتن طیاره حاضر زمان نه همیشه به شعور کس می رسد. شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدیف شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرالی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتار نهم.